قامت بلنده یاری جان دیده قراره عزیز دلم زلیخا یاری خوشگلم زلیخا یکی از حافظ قدم قربان نامش از دهه چگان میدانم چی میشه نمیدانمش میشه راستی که استاد با تلفن میشه این تمی باردار بازنک نوشتگی لبای زنک میگه مرده که تیز خونه بیا که آچت بالکن برامد کسی پراندش همون راهی که پایانش نمیبینم وطن دوریست من آرزو دارم که کسان پری پول شود و به امریکا سفر کنم من سفر کردن میخواهم نوای سفر گشتم چه سفر کردم در راهی الهدایه به نمود کپسولا و روغن که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه میدهد به شما پیشنهاد میکنیم که برای نیست کردن کرم برآوردن ریش و مویسر و پروتئین BCA زیاد کردن وزن بدن درد معده و بیزوریتی داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند دستافک به تمام شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد رقم‌ها برای تماس در روی اکران سلام دوستانی عزیز خوش آمدید به سامانه در راه عشق بعد از چند مدت خاموشی اینک باز برنامه نوبتی من بهترینم تقدیم شما میگردد امروز یک برنامه ویژه و خیلی جالب خواهد بود چون مهمانان برنامه ما هر یک بهترین هستند برای مخلصانشان برای آنهایی که دوستشان می‌دارند حجم‌نگار جوان کشور که مکتب مخصوصی حجوی دارند دوست مراد شریپوف هستند بانوی محبوب صنعتکار حرفه‌ای شهنازه رستم همچنین حکمان امروزه برنامه ما هنرمند شایسته کشور استاد صنعت تاجیک آموزگار دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده ماهرخسار صفی و حکمان دیگری برنامه ما گلنازه میره و صاحبکاری جوان همه شما رو به برنامه خوش آمدید میگم نفران ایجادکار البته در برنامه با دست آویز میآیند از دوست مراد شریف خواهش میکنیم که یک توسط هنر خودشان همه اشتراکچیانی برنامه رو بخندونند چهرهشان بریده شوند بعدن آغاز کنیم یک مردک به طرف زنش میگه زنک چند وقت خونه اوچت نرفتی برای خونه اوچت این 7 روز خونه اوچت به حضور بگردو همه خولت چند بار مرا در راه میبینه میگه خونه من نمیاد خبر نمیگیره 3 روز دیگه خونه خولت برام میگه خب میگه میرم یک بچه‌ک دارن کم کم بچه‌ش عقل بیگونه هم چودا میگردم بچه‌ش بعد ایبان 6 روز میگذره که زنک گشته میاد با خونه در تق تق میشه و گودکک میره در هوی میکنه که اوچا چم اومده اوچا جان خوش اومدی میگه اوچا خوش اومدی اوچا جان میگه خیلی اوتر میگه اوتام خونه ده خوای میگه اوچا میگه اوچا تو نبودی میگه میدونی اوتام چیکو کرد میگه اوتا چیکو کرد میگه اوتام تو نبودی میگه یک دختری بیگونه رو میگه هی از زنک بیگونه همسایه قشلاقمون میگه گیر حولی مون اومد با چیکو کرد میگه داش گیر دری خونه مون در اومد با چیکو کرد چیکو میگه بگیر تو دیوان مون بر اومد واه میگه خب که آن همی گفت نه چکوندم نه رزوندم میری و پیش اوتا تا میگی فهمیدی رفته میگه زنک دیگه گردنش با هم میاره در طرق میزنه رو میکنه مردک کجا دایی که مردک چیگه پای میگه مرا خونی و چند روی میکنه خودت به حضور در خونه دم میگیره استراحت میکنی میگه این گابا کجا برم چه خریدم چه خرید چی گفته است میگه بچه جان نقل که اوتا چیکو کن نقل که میگه اوتا چیکو میکنه همسایه قشلاق دختر گرفت حولی مون اومد میگه بچی کو کرد بگو بچی کو کرد میگه داست گرفت دری خونه مون در اومد انا بچی کو کرد میگه داست گرفت توری دیوان بر اومد انا بچی کو کرد میگه او چه بزرگ کلی بچی کو کرد او خودت اون مرد که همسایه چیکو میکنی او تو هم خالی که که البته این شوخی کرده میزنه تشکر به شما خب مخلصان شهناز بانو هم اینجا منتظر هستن که یک سرده بسرایند شاید در آغاز برنامه گفتنی دارید برای مخلصانتان سلام باشن پیش از همه سلام خود را میرسانم به کل آن نفرانی که ما را امروز میشنوند و میبینند ای چرخی فلک زی دستی تو رنجورم در حسرت دیداری مهی پرنورم دریا شد و رفت اشکی چشمانی ترم افسوس که نیست آچه ره دورم تشکر به شما بدون دعای معلمه عزیز نمیتوانیم برنامه را آغاز بکنیم
خب در اول شاید سرود می‌سرایند و محفل را با سرود و با سخن‌های زیبایشان آغاز می‌کنند. تشکر زیاد. خب من سرود اعلا می‌خوانم. مرحمت. علم گم شیرین من بچه نازنین من مرادی اولین من امیدی آخرین من علایوی علایوی علم گم شیرین بچه نازنین تشکر به شما. بوده. برای اشتراکچیان در این بخش برنامه 3 دقیقه فرصت میدیم. مرحمت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی تلفن دیدی چه چی با شما نمیشونه؟ همین ما هایشیم. راستیگر правильно питание рафтесам мумкин нест правильно питание ба тоҷики дуета дуета меган чӣ меган не вай диета дигар чизи дигар бинам амра мена худа ба вазн мафровардестам боз ма тем мехрам меқак вазн мегирам хароб ма خب алакай сониҳо оғоз шуд. خود را بسیار هم تعریف کردن ولی خیلی کم استعمال کردن در 3 دقیقه. های امرا من به امرا باشم چی گم دیم به امرا باید همه تارد را میخورده. امرا میشد بعد ذوقش زیاد میشه. ذوق زیاد میشه بعد طلا میکردیم گفتیم که الکی حکمون برنامه آماده هستن که خالگذاری کنن وابسته به این بخش برنامه. تشکر زیاد. دستمراد غالبی امروزه انا محفلی که ما مثلا نوارگیری کرده ایستادیم شدن در بخش اول. در بخش اول بله. چند خالی میگذارین؟ 10 خالی. خودم برای خودم قصد میزنم 10 خالی. آغاز برنامه است و با شهنازه بانو هم یگان خال میتونه که تقدیم بسازه. ولی اگر دستمراد شریف خواهند خالهای خود را تقسیم میکنن. همه خالا ما بگی پرابلم نیست. صاحب 20 خال. خدا بهت نمیگه بچه کی. من همچون مجری این برنامه در آغاز برنامه به خاطر که شهنازه بانو خوشحال باشن با اجازت شما میخوام 10 خال تقدیم بسازم. راضی هستین شما؟ به خاطر آنکه دعوت را پذیرفتن. خوب با شهنازه بانو 10 خال و با دستمراد شریف 20 خال گذاشته شد. باز هم این بخش را با یک سرود میتونن شهنازه بانو جبران کنن. یک لحظه دیگر سرود شهنازه بانو رو میشنویم تا آماده شدن بخش نوبتی. این سوزی دلی مرات کی میدانی یک بوسه طلب داری هی یک بوسه طلب داری بگیری بری روم دندان بلبم نزن که پی میمانی دندان بلبم نزن هی دندان بلبم نزن که پی میمانی هی قامت بلنده یاری جان دل قراره یار بیگانه نمیشه خش و تباره گر نیاید در دلکم گرد و غباره همیشه در پیشم باشه همیشه بهاره دو چشمکی مست مستی مست مستی یارمه تر انتظارمه یاره در فصل بهارمه. بهترین صدایتان خسته نباشه. بخش نوبتی برنامه ما تصویر زیبا نام گرفته است. طبق این بخش در 5 دقیقه اشتراکچیان برنامه باید یک رسم زیبایی را پیشنهاد نمایند. اکنون این بخش را آغاز میکنیم. شما آماده هستید؟ مرحمت.
راستش رو بگوید وقتی مکتب میخوندین اکای دستمراد چند میگرفتین از همین فنی رسامی؟ تجربه نیست که ما وقتی ما میخوندیم بلکه معلوم نداشتیم. راستی گپ وقتی که من کودکی شما میخوندم کلان سال نیستین شما. ما راستی گپ تولد ما 84 ما قطعی همین وقتی که ما خوندگیم عینی هم بنیها دشواری سال بود. راستی گپ اپای شهنازه شما آخران بار کی رسم کشیده بودید؟ دور مکتبی مونده. یک 10 سال شده است که تماما به دست قلم نگرفته باشید، دو رسامی نکرده باشید. 10 سال. من چی کار داشتم نمیدونم. من میبینم که رسمی انسان رو تصویر میکنن. چشمای ما گرفتی کارا. چشمای زیبا. خیلی دختر میکشم تو مردک. عالمانی یعنی روانشناس از روی همین رسم کشی خصلت آدم معین می‌کنند. بله حجم نگار بودنی دستمراد شریف علاقه از رسم تصویر کردهش معین شده؟ میتونه درخت کشن، میتونه ایوان گل زیبا باشن. این دختری زیخ کشیدم اما تموم. مرحبا سرود خونده. ها؟ چشماش هم خیلی می‌بینم. ها باید زیخ اینجا یا بگم زیخ بود. این دختر زیخ تر بود. مرا که جه آه تاریخ شهنازه می نویسم. نداره. دورو کم تر کمتر می. چند دقیقه علاقه گذشت؟ 3 2 دقیقه دیگر شما فرصت دارید. خب مرحبا سرود رو فراموش نکنید. سرود بخونم. همچون یک هنرمند جدی. توی اونا باشه که خیلی فرق با معنی باشه. با معنی هم سرود با معنی غزل میگن موقع غزل میخونم غزل مرحبا غزل میخونم مگه ای هم وقتای دانشجو میان غزل در یاد مونده اما غزل میخونم میگه که دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو گردش ایام را هر سحر میبینی تو هر سحر بر وقت بخیز و خیریت بر کس بکن روز خوش را از خدای معتبر میبینی تو. مرحمت کنی سرود خانه خانه یگان سرود خانه که خیلی باشه سرود سریوزی من فرق نداره. شما را توسط حجم زیاد میشناسند ولی از دیگر هنرهای شما ما میخواهیم که در این برنامه مخلصانتون آگاهی پیدا کنند. یک سرود از استاد کی میخونم جورابک مرادوف. مرحبا. محبت را زیماهی باید آموخت یا رمان امان امان عزیزی دلم زلیخا یاری خوشگلم زلیخا عزیزی دلم زلیخا یاری خوشگلم زلیخا باور مکن که لحظه از تو غافلم زلیخا باور مکن که لحظه از تو غافلم تو عشق اولینی تو عشق آخرینی تو عشق اولینی تو عشق آخرینی بر تنی من زبانی نیست با خونی من عجینی بر تنی من زبانی نیست با خونی من خیلی میخونم همین سرود رو هم شما به حجم بلبلا هستن من ازاقه چی در کلا قق کردم تو بلبلا رو بگو بخونم دوستمراد حتی در سرود در انمی دسته مصرعی که خونده خب علاقه این اکوایز در سرودم و فکرم که نول میمونیم در رسو میرم. خب فرصتی خطا خوند. خطا خوندم؟ بله. شرطی بخش برنامه سرودخوانی نبود. شهنازه را در بخش یکم موندیم کمتر خول چون که با سبب‌های خیلی که میگوین تکنیکی انا وقتی که تورت استعمال نکردن و یک چیزی هست هنرمند همیشه او با دیگر راه قطعی میتواند که مثلا وارد همون انا جوش پر کنه مقصد بله جوش پر کنه برای همین وقتی که ما شهنازه را گوش دقت دادم یک روبایی کمتر من در اخدر خوش نامد و غیر کنکورسی بود انه که دستمراد وقتی در بین امین چی میگویم آزمون وقتی که ما خواهش کردیم اما بخش برنامه تصویر زیبا نام داشت. اکو الهام میبیاد الهام در وقتی ما تصویر میآید خودی نه. خب وقتی ما به انجام رسید مرحمت عکسای تصویر کردهتون رو
нишон диҳед ва як маълумоти кӯтоҳ пешниҳод намоед. Аз шаҳнозабона оғоз мекунем. ин кас акси дусмурода кашаст. ҳамин тавр? акси Шаҳноза дар من خیلی بزرگ نیستم. نه وقتی ذکر تمکلی дар ҳақиқат шумо акси дусмуродро тасвир кардед. Дусмурод ҳамин хушрӯе? خیلی فرق داره. من خیلی خوب بودم در صورت کراسافچیک بودم دیگه بچو این بعد قاشینیاشه. аз наворбардорон хоҳиш мекунем ки аз наздик бигиранд аксҳои тасвирнамударо. شهنازه هیچ خوردی؟ هی نداشت шаҳноз شهناز خیلی خیلی بعد میشه بعد. شهناز خوبتره. باید هی داره بخشیشو بگیر دو نفره در آزمون تماشا کردیم و کارهای اونا رو دیده برآمدیم. با فکر من شهنازه دست بالاتر است. هیچ گپ نه. در بخش اول دسمرود بودن. در اینجا شهنازه آفرین ده میمونند. خب барои дусмурод чӣ? به هر حال کوشش کردن ولی برای همونه که در چشم دسمرود با تکس اقدر نمیفرست برای همین باور میمیاد 5 خال میمونه چون که مهنت کردن یعنی که دلسوزانه حاضر رفتار کردن در اینجا که دخترای ما با عکس خود چونخشران با яъне шумо ба шаҳнозабону 10 ва ба дусмурод шарипов 5. ده 5 من 5 زیادیچ داره که خوبه мухлисони азизи дусмурод шарипов марҳамат акси тасвиркардаашро дар муддати 5 дақиқа бубинед. نه یک دختره که ما کشیدم نام شهنازه وقتی زیقیاش کشیدم خیلی بخنده دیگه خیلی نجام شما اصلا همین شهنازه رو دیگر شهنازه نه همین شهنازه خبر اومدم خیلی زیق بود امور کشیدم марҳамат гулнозабону чӣ қадар хол мегузоранд? هر دوی اینها بسیار نقص تصویر کردن تصویرها رو البته به شهنازه بانو 10 خواب داده می شود و دسمرود 5. биёед як лаҳзаи дигар боз ҳам дусмурод шарипов барномаро рангин намоянд. маълима аз рӯи ҳунари шумо боз дилгар мешавам бахшҳои дигарда холотонро зиёд мекунам. یک برادر ما خوش یگیت گرفتایی و دندش هم میشه اینها میتاد ابرکن سنایپر خط دشمنو رو میپرونده اینها میتاد همین سنایپر خطی هدف در گرفته ایستاده همین نه دشمن برون نرونه که تلفن میشه ایت تلفن رو میبرداره زنگ نمیستگی میگه لبای زنگ میگه مرده که خونه که در خونه کاتشکا پیاز نیست خونه مهمون اومده زنگ نزد که من سری کار دارم زنگ نزد تلفنشو میکشم میمونم با حضور همین سنایپر خطی دشمن هدف در گرفته ایستاده که با تلفن میشه با ایت میبرداره با زنگ نمیستگی میگه لبای زنگ میگه مرده که این مهمون بالای مهمون اومد این اوچد اومد خشتمن اومد میگه آخه زنگ کویل خونه در مغازین او برای مغازین کارشکا پیاز قرض بگی بیا اوچما خشو مهمونداری که مهمونا رو خشو مهمونداری که روزی زنگ نزد که من سری کار دارم تلفنم میکشه که چش نمیمونه سنایپر خطی بالکن همین دشمن هدف در گرفته ایستادگی که همین نه دشمن برون نرونده با تلفن میشه این تمام باردار رو با زنگ نمیستگی میگه الا زنگ بسیاری بعد زنگ زد یا بر بالکن برو یا بر بالکن برو زنش بالکن میبره سنایپر طرف زنگ میداره الله اکبر جان از زنگ خلاص انا که به حضور همین سنایپر خطی دشمن هدف در گرفته ایستادگی همین دشمن برون نرونده که با تلفن میشه این تمام باردار رو با زنگ نمیستگی لبای زنگ میگه مرده که تیز خونه بیا که اوچت بالکن برو اومد کسی پروندش تو آماده کردن این نقش و نگاری بالای میز یک روبایی دیگه من میخوانم من تشنه لبو آب زی جوی میگذرد یارمه یاره بسری دست سبو میگذرد جانمه یاره بسری دست سبو میگذرد جانمه به تو بگذشت نیمی عمرم وای جانمه به تو بگذشت نیمی عمرم وای جانمه نیمی دیگرش در
در غم تو میگذرد یارم هنیمی دیگرش در غم تو میگذرد یارم بهترین سلامت زنده اومده که шаҳнозабоно бисёр бонувоне ки ба санъат рӯ меоранд мехоҳанд дар ягон филме нақш биёфаранд. умуман нақшае ба ягон филме нақшофарӣ кардан доред? дар ягон филм иштирок накардам. агар даъват кунанд чӣ? албатта ки хуб инҷо дӯстмурод шарипов сурудам хондан, шумо наметавонед як лаҳза ҳамин ҳунари худро нишон диҳед? хоҳиш нест? бахши навбатии барномаи мо тахайюлот ном дорад. бо истифода аз амин лавозимоте ки рӯи миз гузошта шудааст, шумо дар 10 дақиқа бояд ягон чи омода намоед. акай дӯстмурод баҳор омада истодасан, ягон лаҳза ҷавонитона ба ёд намеоред? як рӯз як байт хонда истодам, худам яке аҳамият додам ки ман бисёр байдоро дурӯғ мехонам да. خیلی خونده ایستم چی سود از زر یاری زرافشانی بیباره برف در اوتر زهارا جوانی رفت و یکی خمو نگاه گوش میکنم که در حقیقت من بسیار دروغکی میخونم بایدورا اگر اهمیت بتون میدونم همون بایدور چی خیلی انو اهمیت نمیتونم باور میکنم با حجب مبدل میکنی نه؟
من با دوسمرود 10 خال میمونم. ولی من نادیده نمیتوانم اینجا هرچند که رقابت ایجادی است اما باید عدالت در جای اول باشد. هنری شاهنامه‌زبانو بهتر بود نه؟ بله نه بهتر هست ولی دوسمرودم کوشش کردم. دوسمرودم گنده نیست کارشون. دوسمرود با همون لطیفه و با همون حظ و شوخیشان آخر دل معلمه رو به دست آوردن. شاهنامه اگر اجازه بشه 12 برای کی صورتگیرک سوخت. نه صورتگیرک نه برای پیش سامانی داری کار میاد. نه خوبه. برای ببین از دوره کودکی همه چیز از خوردی از جوانی وقتی که از بر کنی که در سین سال پولوی با همون زیادتر سوفته می شود خوبتر ایجاد می شود. یگان برنامه در کار می شود؟ البته این میتاری حالت از ما نمیدونستیم که همچه چی گپه. من شخصا نمیدونستم. من یگان کار درک نداشتم دوستیگه. مرحمت گلناز بانو. من به هر دوی ما 10 خودی. بهترین؟ خودی ما همه خیلی در کودکیمون می ساختیم چون که دورای پیش یه خیلی چیزی تیار از مگزین که نبود مهنت میکردن مردم. اما مهنت ببین که چقدر خوبه. دوسمرود از سوال گریختید؟ کم سوال؟ از سوالی که در جوانیتان چگونه بودین؟ آیا بچه آرام طبیعت بودین یا که؟ نه مرا نه اوچم همی کارو توصیه داده که آرام طبیعت نه هم سینفوم نه یگم نه که 35 36 در اومدم نه کم طبیعتم آرام شده است. آرام شده که به نهایت یک جا دکا عیبم شد در روپروی کردم زردی پشم میگفتن هر گیزلا بدم در نوای دایره میرفتم کودکا رو رقم میدیدم همین یگان کار نیست که من نکرده باشم. خدمت مادر وطن رفتم هموتا در دانشگاه دولت صنعت و فرهنگ تاجیکستان میخوندم هموتا هم کورسام تازه ببینن هم فقط کارهای مرا نقل میکنن میخندن و هم مقصد که آرام طبیعت نیستم ده گفتن. بهترین یعنی من در نظر دارم که از روی همین آرام طبیعت نبودن تا یگان دختر یگان شپاتی بسیار زدگان خیلی چه خیلی همین پستیان مرا میزنن دخترها بود در تویا میزنن یا در کجا نه وقتای جوانیتون دادن نه وقتای جوانی در دانشکده هم زدن در تمام جا در دخترها در راه هم رفته استیم خیلی دخترای وزیرم گرویان کو همیا گام میزنن دخترای خوش ممکنه شما را گاب میگی که میگم میکنی اومد همه رو خیلی خرابات میبینن خیلی میکنن که جون ندارم نمایش دست ما پروتفیلم نت پریومه که من همین خط کردم اینا چیزی میگه بگم میگم دختر قتیل نه گپی بعد گفتم دخترا نه زدم شوخی کردم با شوخی ختم جنگ شدیانو همودا ما فقط شما را دخترا زدگن بالا نرفتم قطعا نگم ما چی میگن با گپی خون میگن ابینی بالا گپ نزدم ما بومار کن یگم زنا قط یگم دختر قط ابینی بالا گپ زدگی نیست فقط چتا خورده خیلی در پیش دیگونوش یگم گپ میگم که وای نمیفهمم گپی مو میومد جنگ هم میشیدن ختم راستی گپ چند بار زدگن من گفتم که من گپ نمیزنم گفتم شد من قدی زنگ مردم من گپ نمیکنم بحث هم نمیکنم درم هم جور خالی میکنم میگریزم حالی هم همین طور هستین در خونه بحث نمیکنه همسرتون کتین چه گفتن گپی یانگ شگر میگم که زنی کم گپ در تقدیر ما اومده زنی بیراش که همون مقصد که همین قشگر میگم که نباشه کارهایی که ما میکنیم در دیسکو و در مقصد یوتیوب و در کلیپ و در کینو و در تمام جا دیگه زنک باشه در دیگه جا میگن دیگه دختر مقصد مرا یگم چی نمیشن میگن تحسین با همین زنی تو چه تو خود میکنه در کارهای تو میگم خیلی همین میدونه که من قطعا دختر صورت گرفتم ساعتش میارم قطعا دختر صورت گرفتم 2 ساعت خونه میارم مقصد کاری ما همین آخه مقصد همین سیام که میکنه ما همینجا میشینه کاری ما همین کس ما نون میخوریم باید بفهمن که ما رو هم شما تقلیدی هنرمندا رو کرده میتونی ما بسیار هنرمندا رو تقلید میکنم. من میگم 2-3 هنرمند. این شخصا من تقلید کردم میتونم. از ذکر الله بسیار تقلید میکنم. و من بسیار با خمتی میگم هی همون راهی که پایانش نمیبینم وطن دوریست. وطن دوریزم. وقتی که در بسیار جا میرم امور تقلید امور میکنم بابا عجایب گپا دور میشیم. او بچه بخیر من نگم جونو میبرم مجبورم که بگم همین گپا رو نگم نمیشوخی. مجبورم که بگم گفته با هر گپا رو خوش میکنیم گپایی که وای گفتگی نیست ما دروغ در بالا وای زمان که میگیم ذکر الله خیلی گفت ذکر الله حکیم دیدی چی گفته معلمت بهترین سوال دادن خب سلسله کلیپی زنگی نیستیم تمام شد همه 8 زنگ گرفتم بس نیست دیگه دوام نداره با نمیشه که جداییتون دوام خیلی میکنم ایزم به زور شدیم من یگام چیز دیگه میکنم در که خیلی گرفتم میگیره شما میتونید با شاهنامه بانو عین حال یک بدیهه سرایت دوئت شما میخونم رفتیم شاهنامه بانو کدومی نوت نخونید ایام خبو سردی مشهور دونه یک لازم زنگ نیست ما یک جوش خونید و بعدن بدیهه دوئت مالی
ترا چند بار گفتم ولی من زنگیر نیستم اکم در سیاهی باید منش بستم لیکی روزم ندادی خوردی دیل و جگر ما اسمس روی همه که خستم ای خوابم زنگیر نبودم زنگیرم در پرابلم هود زنجیرم کردی زنگیر نبودم و زنجیرم کردی در پرابلم هود زنجیرم کردی. تشکر. میده میده چشم و کن ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا میده میده چشم و کن میده میده یادی ای سر و پای تو زیبا مثل باران مثل دریا. احسن به هر دو شما. در این حالتا که شما یک جای بسیار میافتیم مثلا شاه دختر شکر دختر شاهی دختران بیا این یک چه رفتیم بسیار دو مصرع از می خون شاه دختر شکر دختر شاهی دختران ابرکت به من بینما شوم به تو غلام شاه دختر شکر دختر شاهی دختران ابرکت به من بینما شوم به تو غلام ابرکم چی میبینی یاری بدگمان در بازار عثمان ندیدی اینا مثلی همان. اکنون بخش نوبتی برنامه پاسخ فوری آغاز می گردد. در این بخش باید پاسخ فوری باشد، زود باشد و پاسخ نفری دیگر تکرار نباشد. اینجا از حکمان برنامه خواهش میکنیم با پاسخ ها توجه نمایند. شما آماده هستین؟ من غمگین هستم برای اون که چند قوق شد کیسم پول رو ندیده است برای اینقدر غمگین هستم. من آرزو دارم که کیسم پول شود و به امریکا سفر کنم. من سفر کردن میخواهم. نه سفر گشتم چه سفر کردم؟ پاسخ فوری است. از امریکا راست به دبی سفر کنم، از دبی به ترکیه به انطالیا سفر کنم. من خوردن نمیتوانم. برای اینکه همین معده ژلوکه من درد میکند، برای همین خوردن نمیتوانم. چی رو خوردن نمیتوانید؟ گوشت رو، چیزهای سختی رو. شما باید پیشتر میگفتین. من خوردن نمیتوانم. چیزهای سخت رو من خوردن نمیتوانم. گوشت، نانی سخت، برای من فقط خلیب میخورم، درون خلیب رو میخورم جای ملایم میشه. من با او قهرم ولی در بهار میبخشم. راستی گپ مرا خفه کرد. او را با دیگر کس دیدم، مرا خفه کردونه که در همین بهار روز عید مادران میشود من آن رو میبخشم. من آن میوه رو دوست میدارم. اون میوه چنانم شیرین است که باور میکنی دهنت آب میکشد. برای همین خاطر من رو دوست میدارم. در اینجا آب رازی بدهی دادن ممکن نیست. نه تمام ممکن نیست، ضرورت ندارد برای آب رازی بدهی. فقط شما نامی همان اشیا است، میوه است، نمیدونم بگیره تمام. در این سوال هم سیب رو دوست میدارم. من بار دیگر در این برنامه شرکت نمیکنم. بار دیگر در این برنامه برای آن شرکت نمیکنم که سوال‌هایش دشوار به نهایت قین، این خیلی کارو برو به نهایت قین. من راستی شما نام یگان برنامه رو باید میگرفتید. برنامه رو نامشو میگرفتید. تلویزیونی برنامه باشه که اینترنتی فرق نداره. البته در این سوال باختید. من احترامش میکنم. برای آن که وای مادری من است، من هم احترام میکنم، باید احترام کرد کلی مادران. یعنی مادر رو شما پاسخ رو فوری بدون آبرازی بده. کتاب دوست داشته من، کتاب قرآن، سراینده پسندیدم، روزیبک فیضلی. تشکر به شما. به هر صورت هرچند که در بعضی سوال ها آبرازی بده دادن کمی ایستادن ولی ما برای شما فرصت داده بودیم. الکی آغاز میکنیم با شهنازه بانو بخشی پاسخ فوری رو. باید جواب ها تکراری نباشد. من غمگین هستم برای آن که من آرزو دارم به خانه کعبه سفر کنم. من سفر کردن میخواهم. سفر من سفر خانه خدا است. باید یگان نامی کشور رو میگرفتید؟ نه
من خوردن نمیتوانم. پرهیز هستم. چرا یعنی نامش مشخص باید می بود؟ من با او قهرم ولی او را در بهار میبخشم. دوستان با من آن میوه را دوست میدارم. سیب را من باری دیگر در این برنامه شرکت نمیکنم. در برنامه که حاضر روی نوار ما را دیده استفاده من احترامش میکنم. مادرم را کتاب دوست داشته من، کتاب دوست داشته من کتاب قرآن است. سراینده پسندیدم. سراینده دوست داشته من ملکه سید. بهترین چقدر که امکانیت بود، چقدر که تلاش کردند در این بخش هم خیلی فعال بودن هر دو اشتراکچی برنامه. از حکمان برنامه خواهش میکنیم که اندیشه های خود را وابسته به این بخش برنامه پیشنهاد نمایند، همزمان بها گذاری کنند. با دوستمراد من در این حالت 8 خال گفته میتوانم، چون اون چیزی که ضرورت بود باید که در جواب میدادن، باید مثلا جوابی مشخص امینا کمتر سروسیمگی میکنن، فکر میکنن که این همون صحنه حجب است. نه، باید خیلی نباشد. با شهنازه چی گفتنی هستم؟ حاضر جواب، بسیار حاضر جواب خوب مشخص جواب میگفتم. فقط یک سوال تکرار رفت، من با شهنازه 10 خال رو این حاضر روان ببینم. از خصوصیت های این بخش صرف نظر میکنید؟ ما در آغاز گفته بودیم که جواب باید تکرار نباشد. تکرار فقط یک تا تکرار شده شهنازه، دیگرش تکرار نبود. بسیار مشخص جواب میدادن، یعنی که زبان نخویده کلمه را در جواب میدادن و همین خاطر. اگر که معلمای عزیز هستند ما دیگر سخنی گفتنی نداریم. مرحمت گلناز زبانو. دوستمراد 7 با شاهزاده. بخش نوبتی برنامه ما چقدر معلومات نام گرفته است. در این بخش ما عکس‌ها رو پیشنهاد میکنیم. وابسته به عکس‌های پیشنهاد شده باید اشتراکچیان برنامه اندیشه‌هایشان رو ابراز کنند. شما آماده هستین؟ و شما فهمو است؟ یگان جای نگرانی نیست. این عکسایی که ما پیشنهاد میکنیم آن کسان رو شما میشناسین، چهره‌های شناخته هستند. از کی آغاز کنیم؟ از من. یکی از یک حافظ قدم قربان نامش از دهه چگان. راستی گپ خطیمو خیر رفت اومد دارم، برادر مونه، دوست مونه، یک هنرمند. وابسته به فعالیت ایجادیشون ندارین دیگه معلومات؟ فعالیت ایجادیشون یک کودکیش حافظ بود، نه که هنرمند نشناخته بود. راستی گپ نمی 2-3 سال اخیر یک دو تا سرودهای شوخی آمیز خواند، یک دو بین مردم چهره شناخته شد. بعضی‌ها رو برای بدی هم میشناسن، برای نیکی هم. برای نیکی هم. اکیرا برای شوخی ها. فرقی مردم تاجیک خمون شوخی را دوست می‌دارن، چیز ساده را دوست می‌دارن. ایروی همین چه قدم قربان رو میشناسن که مقصد شوخی‌های زمانوی میکنن. مرحمت عکس نوبتی رو پیشنهادتون میکنیم. من راستیگه بیده نشناختم. نه شما الکی یک بار دیدین، ما میتونیم که دیگر شما رو این عکس رو و شما نشان ندهیم. تاش انا خودم نکیم. سایتیدین نه اینا من بگم کیا، من بگم کیا ای پشت نمیخواد صورتش بگم یاشیای علاودین عبدالله فای با فکرم یاشیای علاودین عبدالله. شما باور دارین شاید عکس دیگر نفر باشه؟ نه مو کسا یاشیای انا ما ای خنده شناختم. انا با ای خنده ما عکس دیدین؟ نه بگم که چیکاره مقصد این سالای پیش هنرمندی تئاتر بود. با وقتای اخیر یک 10 سال اخیر به حج رو آوردگی هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان، هنرمندی تئاتری شهر باختر با نام عطا محمد جانوف علاودین عبدالله می باشد. شما در نگاه اول نشناختین نه؟ راستی گپ نه، بعد شناختم. چه خیلی نشناختین؟ ما راستی گپ ای خنده هاش آرایش مویش راستی گپ در شادروان کرامت الله قربان مانند است. مویله باش با خدا رحمتی کرامت الله قربان مانند. هنر خنده هایش بعد به خودش. یگان صحنه‌اش رو اجرا کرده میتونین؟ خیلی ها همیشه باید بگو که میدانمش چی میشه و نمیدانمش چی میشه. همیشه باید بگو تو تمام میدانم چی میشه نمیدانمش میشه.
راستی که استاد بابی راستی که میدونم که انا پشت دیوار چیست در پیش دیوار چیست میدونم و انا در پشت دیوار چیست نمیدونم انا این است میدونم وای اناش نمیدونم انا دیدی نمیدانستی دادرم نمیدانستی میدانمش که همه که میدانم که من برم نگم نمیدانم که کی من برم بهترین اکنون نوبت اون رسیده است که عکس‌ها رو به شهناز بانو پیشنهاد کنیم. درازی چیکار است؟ درازی همچون یک هنرمند میشناسم. همچون یک بلاگر. خب همین قدر معلومات دارین دربارش. تشکر. اکنون عکسی نوبتی رو پیشنهاد میکنیم. مقدس نبی آسخانی استرادای تاجیک شاگردان مقدس نبی وقتی که این کسا صنعتکار بودن هنرمند بودن خوب بودن به هر حال دوستشان ندارم بسیار وقتا شده بود که من تقلید میکردم مقدس نبی رو میشناسم. چگونه سرودها داشتند و هنوزم گوش میکنند مردم؟ خانم چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد آی روخی جانانه عرق چکیدن گیرد آی روخی جانانه عرق چکیدن گیرد میروی خنده کنان میروی خنده کنان چی باشد جلوه کنان میروی خنده کنان چی باشد جلوه کنان میروی. با سبب‌های گوناگون امروز ما نتوانستیم چند عکس دیگر رو پیشنهادتان بکنیم. به هر صورت این بخش رو هم با فعالی خود به انجام رسوندید. مرحمت اندیشه‌های معلمه عزیز و گلنوزه بانو رو میشنویم. در اول که دستمرود صورت علویدین رستگاه آنقدر نشناختن که بعداً درست این قید کردن که علویدین هستند و بهت درباره‌شان معلومات‌های خوب گفتن. بهترین شنوزبانان به نهایت معلومات‌های درست دقیق جواب دادن. این عکس‌ها آفرین به هر دو شما من ولی 10 میمونم. مرحمت معلمه. خب تشکر میگویم اولا از این برنامه‌ای که امروز شما تهیه کردید و این جوان‌های نازنین دعوت شدن. خوب که میبینم که هست در جوهر یک چیزی که هست که کوشش میکنم غیرت کردن امروز در این برنامه. از جوابهای اینا خوب برمی آید که با خبر هستن از هنرمند از بعضی من میگم که آموزن چقدر با آموزن چون که اینا جوان هستن. به هر دوی این 2 نفر من دخالی رو روا میبینم. از بخش‌های برنامه آگاه نبودن. بله از عکس‌ها با خبر نبودن. با خبر شدم که خاطره قوی دارن فوراً پاسخ میگن. بله وقتی که درباره یک هنرمند مثلا جواب دادن برای دستمرود دشوارتر بود چون که پهلوهای موسیقی و مثلا سرودها و خوشگویی‌های که علویدین عبدالله خیلی خوب است و کوشش کردن که به هر حال دشوارتر بود در این مورد گپ زدن. مثلا در آینده فکر میکنم که الکی پخته میشود برنامه و من بعدا رو برای شما میگویم که امروز بعد نبود چون که در قدم های اینا هم نمیدونستن که سوال باید ندونن باید همه خیلی حاضر جواب شد. هنرمند باید که هوسکار نباشد یعنی هوسکار سالهای پیشین سالهای 45 سال پیش 44 سال پیش روی صحنه آمدیم هوسکاران صنعت میگفتن هنرمندان جوان ما زینه به زینه بالا برآمده بودیم از همین ما را خلق تربیت کرد اولا پدر و مادر تربیت کرد بعداً بیننده ما مثل که دستمرود جان گفتن پیامک نمی نوشتن همه هنرمند در یک سال همگی 2 تا پیدا میشی اکتور 1 یا 2 تا پیدا میشی. ببین که تا به امروز عطا محمد جان و هاشم گدای و عبیدالله رجب و مثلا دیگر هم میدونید که چقدر آمدن تو همین شب و روزه مثلا جوشان جنت باشه بعضی اونا ما از دیده ها و از گفته ها و از کارهای او
илҳом мегирем давом медиҳем дар он яъне корои онҳо ҳастем бигзор ки ҷавонои мо ҳаме хел бошанд ки пухта бошанд. ташаккур. то вақте ки шумо баҳоро ҷамъбаст мекунед кӯтоҳак вобаста ба бахшҳои барнома фикри ишрокчиёнро фаҳмидан мехоҳем ва дар ҳамин барнома боз чӣ гуна бахшро шумо пешниҳод мекунед? Марҳамат. 100 та зиёдам хеле барномада ман иштирок кардам. бовар кунед хонаи ҳамин интернета бинед ман бори аввал хеле душвору хеле мақсад ки хубу хеле илҳомбахш набугем. мо ҳам як ҷо мерем бисёр ҷо як хелам як намуда як такрора ки ҷое мерем такрора барои ҳамин ба ман писанд омади барнома. ташаккур ба шумо. марҳамат апай Шаҳроза. حالا برنامه بهترین از دیگر برنامه‌هایی که ما اشتراک می‌کردیم خیلی فرق می‌کنه. фақат калом дорам. бозам дар ҳамин барнома ягон бахшҳои навро метавонед пешниҳод кунед? чӣ гуна яъне? فکر می‌کنم بعداً به شما میگم. ташаккур. мақсад ки инам хеле бор мешавад ки ҳар як ҳунарманда ҳусни хатша бибинӣ китобхониша бибинӣ. мақсад дар як дақиқа чӣ қадар китоб мехонад? чӣ қадар китоб мехонад чанд қа менависад. хуш омадед бори дигар. сипосгузор ҳастем ки фурсати хеле ҳам гаронарзиши худро барои мо сарф намудед. бозам сухан ба муаллима дода мешавад. мо фикр мекунам ин ғолибу мағлуб нест. вақте ки дар саҳнаи ҳунар мешинад ду ҳунарманд бояд ки яке аз дигари бартарӣ дошта бошад. ба дустмурод аз тарафи 2 нафар ҳакамон 85 хол дода шуд. саломат бош. табрик. ва Шаҳнозабону 97 хол раво дида. табрик беҳтарин. табрик. саломат. ҳар яке шумо аллакай беҳтарин ҳастед дар ҷодаи худ барои мухлисони худ, вале чун муаллима ин ҷо будан ҳакамон инро раво дидан. ҳадафи барномаи мо ғолиб ё мағлубияти касе нест, танҳо лаҳзаи фароғат аст, лаҳзаи ҳазлу шӯхӣ аст. як соҳибкори ҷавон Раҳматулло ки намояндагиашонро Гулнозабону ба дӯш доранд, як тӯҳфаҳои хурд ва хотирмон барои шумо пешниҳод мешавад, тақдим мешавад. марҳамат. аввал ба ғолиби барнома хайр ташаккур. ва ин ба муаллимаи азиз. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем барои тамошои барнома. бо мо буданро фаромӯш накунед.